دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید در صحت و سلامت و عافیت باشید. امروز قراره در مورد یه آیه فوق‌العاده از قرآن صحبت کنیم که مثل یک نور توی تاریکی قلبتون رو روشن میکنه. این آیه به ما قول داده که خدا همیشه همراهمونه. آماده برای سفر معنوی کوتاه؟ آیه امروز از سوره شرح آیه 6 هست که میفرمایند ان مع العسر یسرا. به فارسی یعنی به راستی که با هر سختی آسانی هست. بیاید یه لحظه این آیه رو توی دلمون حس کنیم. خدا داره بهمون قول میده که هیچ سختی همیشگی نیست. وقتی این آیه رو میخونم انگار خدا بهم میگه نگران نباش، من باهاتم و یه راهی رو بالاخره برات باز میکنم. این آیه مثل یک دوست مهربونه که توی سخت‌ترین لحظه ها کنارته. یه لحظه چشاتون رو ببندین و تصور کنید توی یه موقعیت سختید، مثلا یه مشکل مالی، یه نگرانی خانوادگی یا یه تصمیم بزرگ. حالا این آیه رو آروم زمزمه کنید. با هر سختی آسانی هست. حس میکنید یه آرامش عجیبی تو قلبتون میاد. درسته؟ این آیه به ما یادآوری میکنه که خدا همیشه یک نقشه بهتری برای ما داره. توی قرآن خدا چند بار این حرف رو تکرار کرده تا مطمئن بشیم که این قولش جدیه. بیاید به این فکر کنیم که خدا چرا اصلا این آیه رو به ما داده. جوابش خیلی ساده است. چون میدونه زندگی گاهی سخت میشه ولی نمیخواد ما ناامید بشیم. با این آیه همه ما رو دعوت کرده به امید و توکل. حالا بیایید ببینیم این آیه تو زندگی واقعی چطور کار میکنه. میخوام یه داستان واقعی رو براتون تعریف کنم که چند روز پیش بنده خدایی برای ما گفت و منم ازشون اجازه گرفتم که توی این وایس از این داستان روایت داشته باشیم. یه خانمی بود که 2 بچه کوچیک 5 و 7 ساله داشت. چند ماه پیش کارش رو توی شرکت کوچیک از دست داد. صورت حسابا روی هم تلمبار شده بود و نمیدونست چجوری باید خرج خونه و خانواده رو بده. شبها با نگرانی به سقف نگاه میکرد و فکر میکرد که خدایا من دیگه نمیتونم ادامه بدم. یه شب که خیلی ناامید شده بود و واقعا نمیدونست که باید چیکار کنه، رفت رو قرآن رو باز کرد. چشمش افتاد به این آیه ان مع العسر یسرا. با خودش گفت خدا تو اینو گفتی، منم بهت اعتماد دارم، پس کی وقتشه؟ آیه رو چند بار با خودش زمزمه کرد و یه حس آرامش بهش دست داد و تونست شب بخوابه. صبح که بلند شد تصمیم گرفت یه قدم کوچیکی برداره. رزومش رو برای بار چندم به چند تا شرکت فرستاد. هرچند فکر میکرد این ارساله، این فرستادنم دوباره مثل روزهای قبلی شانسی براش نداره. چند روز بعد یه شرکت باش تماس گرفت و گفت برای مصاحبه پاشو بیا شرکت که با هم دیگه صحبت داشته باشیم و استخدام میشی. باور میکنید که ایشون هم سر کار رفت، هم یه کار پاره وقت با حقوق خوب بهش دادن که اجازه داشته باشه وقت بیشتری رو با بچه‌هاش بگذرونه. بعدش به ما داشت میگفت که اون شبی که آیه رو خوندم حس کردم خدا انگار دستم رو گرفت و گفت نگران نباش. میدونید این فقط یه داستان نیست، یه درس بزرگ بود حتی برای خود من. بیایید یه لحظه فکر کنید شما هم توی زندگیتون همچین لحظه هایی داشتید، وقتی حس کردید خدا درست توی بدترین لحظه ها بهتون کمک کرده. تا حالا این تجربه رو داشتید؟ حتما داشتید. حالا اگر داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. این آیه به ما میگه که خدا همیشه کنارمونه حتی وقتی نمیتونیم ببینیمش. حالا بیایید یکم عمیق‌تر بشیم. چرا خدا این آیه رو 2 بار توی سوره شرح تکرار کرده؟ چون میخواد بهمون بگه این قولش مهمه، حتمیه. توی تفسیرها گفته شده که این آیه به پیامبر نازل شد تا بهش امید بده، ولی برای همه ما صدق میکنه. سختی‌ها مثل یه امتحانن و خدا میخواد ببینه که چقدر بهش اعتماد داریم. یه حدیث قشنگی از امام علی علیه السلام هست که میگه وقتی سختی‌ها بهت فشار میارن بدون که خدا داره راه رو برات باز میکنه. ایشون این مادر قصه ما
اگه ناامید میشد و فرداش حرکتی نمیکرد، رزومش رو واسه چند تا شرکت نمیفرستاد، شاید این فرصت رو کامل از دست میداد. توکل به خدا یعنی اعتماد کردن و حرکت کردن، حتی وقتی مطمئن نیستی که چی پیش میاد. بیاید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید یه امتحان مهمی دارید و حس میکنید که آماده نیستید. این آیه رو بخونید و بعدش 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه باز درس بخونید و یک تلاشی بعدش بکنید. خدا قول داده، فراموش نکنید. خدا قول داده که راه رو باز میکنه. یا اگه دنبال کار هستید، این آیه رو زمزمه کنید و مجدد تلاش کنید و رزومتون رو بفرستید. خدا همیشه یک راهی داره که این آیه رو به ما یادآور کنه که نباید تسلیم بشیم. خدا همیشه یک نقشه بهتری برای ما داره، حتی وقتی نمیتونیم ببینیمش. بیاید اینو توی زندگیمون امتحان کنیم. دفعه بعد که حس کردید گیر کردی، این آیه رو بخونید و بعدش بلافاصله یک قدم کوچیک بردارید. حالا بیاید یه چند تا راهکار عملی ببینیم که بتونیم این آیه رو توی زندگیمون زندگی کنیم واقعا. اول از همه، هر وقت حس کردید توی سختی گیر کردید، این آیه رو با خودتون بخونید. ان مع العسر یسر. این کار مثل یک لنگره که قلبتون رو آروم میکنه. دوم، یه کار خیر کوچیک انجام بدید. مثلا به یک نیازمند کمک کنید، یک پیام محبت آمیز به یه دوست بفرستید یا برای یکی دعا کنید. با این کار حس میکنه که خدا همراهتونه، باهاتونه. یه قدم کوچیک بردارید، حتی اگه مطمئن نیستید که چی پیش میاد بعدش. مثلا اگه دنبال کاری، مجدد رزومتون رو بعد از زمزمه کردن این آیه بفرستید. اگه این مشکل خانوادگی دارید، با چند نفر بعد از زمزمه کردن این آیه دوباره مشورت کنید. خدا قول داده، فراموش نکنید. قول داده که راه رو باز میکنه. این راهکارا خیلی ساده‌ان ولی قدرتشون عظیمه. بیاید با هم دیگه امتحان کنیم. من خودم شخصا توی موقعیت خیلی سخت بودم. این آیه رو خوندم، مربوط به خیلی سال پیشه، و تصمیم گرفتم که یه کار کوچیک انجام بدم. همون کار راه رو برام باز کرد. من خودم معجزه این آیه و این تفسیر رو دیدم. این آیه یه قول زیباست از خدا که هیچ سختی بی آسانی نمیمونه. مطمئن باشید. حالا اگر تجربه نسبت به این آیه دارید، برامون بنویسید یا بگید که این آیه به شما چه حسی میده. صادقانه تو کامنت ها بنویسید، با هم دیگه راجبش صحبت کنیم. توی ویدیوهای بعدی راجب آیه های بعدی و داستان های مختلف با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. وقتتون بخیر باشه. مجدد آرزوی سلامتی، صحت و عافیت براتون دارم. خدا نگهدارتون.